بسم الله الرحمن الرحیم. درس اولی ما شما امروز درباره ای است که چطور یک برنامه دسکتاپ اپلیکیشن شما در زبان جاوا بسازید. شما در قدم اول نیاز به برنامه جیدیکا یا نتبینز در محیط نتبینز اجرا میشه، باید از اینترنت دانلود کنید. بعد که ما اینا در شما که نشان میتونم، اول شما میرین در گوگل نام همون سرچ میکنین و به صورتی زیر که در شما نشان بیتونم که برنامه هایی هست که دانلود شده از سابقه به نام جیدیکا هسته. در شما در سایتی که برین چیکار میکنین؟ پیدا کرده دانلود میکنین. دانلود کردین، نصب کردین، این تو یک علامت روی کامپیوتر شما میه. شما اینا باز میکنین به صورتی ای باز شدنش یک کمک وقت میگیره. خب دوستای گرامی، برنامه ما شما چشید باز شد. به این صورت چی کار میکنه؟ این برنامه باز میشه. ما شما اولین کاری که میکنیم در گزینه فایل میریم، میخوایم یک پروژه جدید ایجاد کنیم. قبلا اینجا چند پروژه را ما کار کردیم. یک پروژه به نام اینوینتری منیجمنت سیستم مدیریت موجودی است که چندین گزینه داره. از جمله در اینجا گزینه لاگینش باز میکنیم. شما اول به این نمونه ببینید. مثلا خوش آمدید به صفحه قفلی کتابخانه. چند گزینه اینجا وارد کنیم: اسم کاربردی، رمز ورود، دیگه خود ورود. در قسمت کداش میریم. شما این اول یک رن بکنیم، چک کنیم که آیا درست است یا نیست. دیدین دوستا چی هست؟ ای کاملا صحیح است. این علامت ها را ما فعلا یکش برای کلوز کردن است که و قسمت دیگه شه که از اینترنت نگرفته بودم. هم یک برنامه که علامت ها را داره. خود اینجا مثلا شما اسم کاربردی تانه میزنین، دیگه رمزی ورود. یک صفحه شما میتونید باز در روی کامپیوترتون مثل برنامه نتبینز که پیشتر باز کردیم دایی میتونید یک برنامه بسازین. آیندهش شما گزینه مثلا نامتان میزنین، نامی را میزنین، رمز ورودش وارد میشین در صفحه بعد. چه هست؟ صفحه که کاملا سفید است و بعدش هم او اندیکوریتید شده، یعنی برنامه که شما در اینجا میبینین اینوش برداشته شده، اون خودمون اضافه میکنیم. شما در این درس باید بدانید که چطور، خلاصه درس امروز شد که چطور شما یک نتبینز نصب میکنین و داخلی او میشین. داخلی او کشیدین یک شکل باز میشه. این تو پروژه هایی هست که شما کار کردین. شما میتونین اولین پروژه را از اینجا شروع کنید. نیو پروژکت. شما میتونین از یک پروژه ایجاد کنین. ویدیو ما شما طولانی نشه. درس بعد پروژه را عملی انشالله که تقدیم شما عزیزان میکنیم. فعلا کنسل میکنیم و کانال ما را سابسکرایب و حمایت کنیم. دوستای عزیز.